سلام بچه‌ها، من متینم و این اولین ویدیوی چنل منه. این که اصلا چرا این چنل رو زدم و چرا این ویدیو رو دارم میسازم صرفا به این خاطره که خودم وقتی تصمیم گرفتم که برم خدمت خیلی دنبال این بودم که مثلا یه منبعی باشه بتونم اطلاعاتی که حالا نیاز دارم در بیارم که مثلا استرسی دیگه برای خدمت نشم. چون آخه برای خیلی از ما، حالا شاید یه سری اینطوری نباشن، ولی برای خیلی از ما این بحث خدمت رفتن و این رفتن به آموزشی و دوری از خونه یه استرسایی داره که مثلا چی قراره بشه، چی کار قراره بکنی، چجوری قراره پیش بره. برای من که اینطوری بود و خب اطلاعاتی که میخواستم مثلا پراپخش بود، مثلا یه تیکه تو این سایت، یه تیکه تو سایت دیگه. با خودم گفتم که من که دارم این اطلاعات رو میخونم، حتی مثلا دسته‌بندی کردم توی ذهنم و خب حالا وقتی هم برم خدمت خیلی از تجارب دیگه‌ای هم به من اضافه میشه. خب چرا نم اینو مثلا یه جا جمعش کنم و خب بقیه راحت‌تر بخونم، یعنی بقیه نخوان مثل من دنبال این باشن که خب اوکی بریم دنبال اطلاعات مثلا خدمت، آماده باشه. و خب از اونجایی که ویدیو ساختن رو دوست داشتم تصمیم گرفتم ویدیوهاشو بسازم و حالا آپلود کنم که هر کسی تونست، هر کسی حالا به ذهنش رسید که یه سرچی بزنه بتونه ببینه. چون من سرچ که زدم هیچی، خیلی از پکیجای مختلف و با قیمتای اصلا نجومی خریدم صرفا سر اینکه بتونم مثلا بدونم آقا چی قراره بشه، چه اتفاقی قراره بیفته، که بدونم باید چی کار کنم. خریدم ولی خب دوست ندارم واسه باقیه این اتفاق بیفته، دوست دارم به نوبه خودم به باقیه کمک کنم. این موضوع این که اصلا چرا من این ویدیو رو دارم میسازم، چرا این چنل رو ساختم و اینکه قرار این چنل ادامه دار باشه یا نباشه نمیدونم واقعا. من فعلا این چنل ساختم که هر وقتی که تونستم بیام از تجربه‌ای که توی خدمت کسب کردم بگم و بهتون بفهمونم که حالا خدمت اون چیزی هم که فکر میکردیم هست یا نیست. چون تا بوده به ما میگفتن که خدمت چیز خیلی سختیه، مثلا نمیدونم قراره فلان بشه، نمیدونم از این حرفایی که شنیدین دیگه. حالا نمیدونم، من خودم هنوز نرفتم. الان که من اینجام امروز فکر کنم 14 مهر باشه، درست مثلا تو دوربین نشون میده امروز 14 مهر و اینکه من سرباز اعزامیه‌ای که 8م. اینکه کجا، چه ارگانی، کدوم پادگان آموزشی هنوز مشخص نیست. بهم گفتن که 22 یا 23 این ماه مشخص میشه. حالا اونم مشخص شد میام ویدیوشو میگیرم، اونم جدا میذارم دیگه. این ویدیو ادیتی نداره، یعنی صرفا میشد، یعنی که بخوام پرده سبز بزنم نمیدونم ادیتای خفن، ولی کسی که دنبال اطلاعات خدمت، دنبال ادیت نیست، این که مثلا این ویدیو خوشگله یا نیست. ببین مخاطبای من برام مهمن، اشتباه برداشت نشه، ولی خب این ویدیو صرفا ویدیو اینه که بگم چی شد، چه اتفاقی افتاد، برای من چه اتفاقی افتاد. و خب حالا اگه سوالی داشته باشین توی کامنت ها بتونم جوابتون رو بدم. این از این موضوع. بحث دیگه این که چرا دارم میرم خدمت. ببین خدمت برای هر کسی دلیل خاص خودش داره. یکی برای مهاجرت مثلا میره خدمت، یکی نمیدونم برای ورود به بازار کار دولتی، یکی نمیدونم برای اینکه حالا مثلا یه کسی رو میخواد بهش دختر نمیدن میره خدمت که مثلا بتونه ازدواج کنه. هر کسی دلیل خودشو داره بسته به سن خودش. منی که الان اینجام لیسانسمو گرفتم و 23 سالمه که دارم میرم خدمت. همین من الان اگه 18 سالش بود تو تایم 18 سالگی بهم میگفتی خدمت، اصلا گفتم برو بابا چی داری میگی، اصلا نمیفهممت که بخوام مثلا جوابتو بدم.
میدونی تو 18 سالگی آماده نبودم، ولی الان واقعا آمادم که برم. یعنی به اینجا رسیدم که من میخوام برم. برای من دلیلای خاص خودشو داره، شاید یه کسی دلیل نداشته باشه برای اینکه بره خدمت. ببین چیزی نیست بگم نه هر کی نره مثلا نمیدونم مشکل داری، هر کی مثلا رفته نمیدونم اون اشتباه کرده. نه ببین بستگی به شرایط زندگیته، اینکه تصمیم میگیری بری نری چجوریه داستان. و اینکه میگم تا این لحظه من خب اخبار زیادی خوندم، خیلی در مورد که چیکارا باید بکنی چیکارا نباید بکنی خیلی خوندم، خیلی تحقیق کردم، ولی دوست ندارم این اطلاعاتو بیام الکی به شما بگم، حالا چون راست و دروغشو نمیدونم، هنوز خودم نرفتم که راست و دروغشو بفهم، ولی در اولین فرصتی که راست و دروغ این اطلاعاتو بفهمم میام اینجا ویدیوشو میگیرم و در اختیارتون میذارم که شما هم دیگه یه چی بهش میگن لقمه حاضر و آماده ای داشته باشین برای خدمت. و اینکه تا الان اطلاعاتی که میتونم بهتون بدم اینه که حرف کسی رو باور نکنید، حرف هیچ کسی رو. یعنی این خیلی حرفیه که بهم زدن که آقا کاری به حرف باقی نداشته باش، مثلا اگه مثلا میخوای به اطلاعاتی بسنده کنیم دنبال منبع موثقش باش. ببین دنبال منبع موثق باشین جدا، چون من موقعی که دفترچه‌مو پست کردم من پذیرشم گرفتم و اگه قصد اینو بذار وسط حرفام بگم حالا که بحثش پیش اومد، اینکه اگه قصد پذیرش گرفتن دارین قبل اینکه دفترچه‌تون رو پست کنید، من خودم این اشتباه کردم، شما اشتباه منو نکنید، قبل اینکه دفترچه‌تون رو پست کنین اقدام کنین برای اوکی کردن کارهای پذیرشتون. این موضوع خیلی مهمه، اقدام کنین برای کارهای پذیرشتون، چون زمان میبره. تستای پزشکیتون هست، مصاحبتون هست، نمیدونم هزار تا دربدری و بدبختی هست برای پذیرش. و خب اینجوری میشه که وقتی که کارهای پذیرشتون اوکی شده بهتون میگن که اوکی مثلا ما 1.8 نیرو نمیخوایم، تو برو مثلا برای 1.9 بزن و تو دفترچه‌تو برای 1.8 پست کردی. بعد اونا میگن نمیتونیم، اوکی پذیرش داریم ما نیرو نمیخوایم، 1.8 نیرو نمیگیریم. این موضوع خیلی مهمه، شما اشتباه منو نکنید، چون من یه اشتباه کردم و خب خیلی اذیت شدم که حالا برو پیش اون اصرار کن، برو پیش اون یکی اصرار کن که آقا مثلا من 1.8 گرفتم تو رو خدا منو قبول کنی. آره خلاصه کارهای پذیرشتون رو قبل از پست کردن دفترچه‌تون بکنین. دفترچه‌تون هم پستش که الان که سال 1403 هستش به این صورته که شما میرین پلیس به اضافه 10 28 تومن سر عکس وقتی میزنتون توی دونه اتاق آهنی کوچولو که احتمالا خیلیاتون بابت کارت ملی دیدین، میزنتون تو اون اتاق عکس ازتون میگیرن، بعد باید برین ادامه کار چیزتون دفترچه‌تون چیزتون. و خب وقتی که اون کارا رو انجام دادین یه فرمی پر میکنین، دوباره اونجا یه هزینه میدین اگه اشتباه نکنم 5000 تومان. اون برگه رو بهتون میدن، فرم رو میرین خونه پر میکنین، همراه اون فرم یه برگه است که برای واکسنتونه دیفتری و کوزاست که حالا اونو وقتی مراجعه میکنین به مرکز بهداشت محلتون بهتون میگن که آقا مثلا جفتشو نیازه بزنی یا یکیشو. مثلا من یکیشو دادم، کوزازو قبلا زده بودم، نیاز به دوباره تزریق شدن نبود. اون برگه رو بهداشت براتون مهر میکنه و برگه بعدی برگه معاینات اولیه‌تونه. معاینات اولیه معایناتیه که خود نظام وظیفه پزشکیشو مشخص میکنه. یعنی قبل چیزی که من پرسم قبلا اینطوری نبود، یعنی شما میرفتی دفترچه‌تو پست می‌کردی، میرفتی پیش یه دکتر معاینات می‌کرد، میداد یه مثلا امضا می‌کرد که آره مثلا آقای اومده معاینه‌اش انجام بده. ولی چون به علت پارتی بازیایی که میشد مثلا طرف مشکل دار ثبت می‌کردن یا مثلا یکی مشکل داشت میگه آقا من نمیخوام
معاف از رزم یا چیز بشم، چون اینم خودش یه داستان طولانیه. این پارتی بازی ها میشد. الان برگه‌ای که بهتون میدن اون بالا اطلاعاتتون خورده، مطب دکتر خورده، اسم دکتر خورده، ساعت مراجعه خورده و حالا مابقیش هم که مشکلاتیه که مثلا انتظار میره. حالا میگم اون برگرم که بردین پیش دکتر، اونم براتون مهر میکنه، مثلا اگه مشکل داشته باشی مینویسه. چیزی که من شنیدم، هنوز نمیدونم، حالا رفتم خدمت اومدم دقیق ترشو بهتون میگم، دنبال معاف از رزمی نباشین. ببین حتی همون معافیت پزشکیش هم کلی درد سر داره بعداً براتون. واسه اگه قراره بری مثلا مهاجرت کنی یا قراره بری سراغ کار آزاد، خب این اصلا یه قضیه جدا. مثلا برو معاف از رزم شو، برو معاف پزشکی شو، معاف هر چی میخوای بشو. ولی اگه قراره بمونی تو ایران، نکن. چون معاف از رزمی اسمش خوشگله، مثلا میگی معاف از رزم، هم نمیدونم کارهای سخت نباید بکنم. اولا چیزی که شنیدم تو آموزشی میگن از همه به یه اندازه کار میکشن، و دوم این که نکنید. معاف از رزم خیلی محدودیت‌های مختلفی براتون جور میکنه که حالا یه ویدیو جدا بعداً برای این میسازم اگه خواستین. و اینکه میگم اون برگه‌ای که آماده شد شما میبرین اونها تحویل پلیس به اضافه 10 میدین. پلیس به اضافه 10 اون برگه واکسن و برگه دکتر رو فرمی که بهتون داده پر کنین و میگیره. یه دونه مدرک خونه هم میخواد، حالا یا قبض یا قولنامه یا سند، یه چیزی که ثابت کنه شما اون آدرسی که دادین جدا اونجا زندگی میکنین. یعنی یا آدرس صرفا دریوری ننوشته باشین. خب حالا بکنم نمیدونم، ولی فکر کنم برای بحث فرار از خدمت که میپرسن. و همین دیگه. شما دفترچه‌تون رو پست میکنین، منتظر میشینین، تاریخ اعزامتون رو خودتون میتونین مشخص کنین. اگه به قول معروف وقت دارین، یعنی از اون اگه مثلا دیپلمین 1 سال وقت دارین که برین لیسانس یا اقدام کنین، اگه اون تایم 1 سالتون باشه وقت دارین که بخواین عقب تر بندازین، یه جلوتر بندازین. ولی تاریخی که تعیین میکنین، اینو بگم، تاریخی که تعیین میکنین سخته عوض کردنش. یعنی شما میتونین همون موقعی که این دفترچه‌تون رو پست میکنین بگین آقا بزن 3 ماه دیگه، بزن مثلا 4 ماه دیگه، درست؟ اما نمیتونین مثلا بگین آقا بزن 1/8 بعد خیلی راحت بریم بگین که آقا پشیمونشم بکنش 1/9. یه ذره دوندگی داره. و اگه این کارو کردین برای بار دوبارش که بری بگی آقا مثلا 1/9 بکن 1/10، اون دیگه با نامه از مثلا یه ارگان نظامی که مثلا تو بگی آقا من برای 1/10 به پذیرش دادن، خیلی برام واجبه که بکنینش 1/10، و اونا این کارو میکنن اگه نامه داشته باشی. دفترچه که تو پست میکنی دیگه خلاصه باید صبر کنی تا 4 روز 5 روز قبل از تاریخ اعزام که پادگان آموزشیت، ارگان خدمتت، همه اینا مشخص بشه و دیگه به موقع بری سوار اتوبوس‌های نظام وظیفه بشی و اعزام بشی برای پادگان آموزشیت. چیزایی که برای من تا الان اتفاق افتاده همینه. یعنی میدونم که بخوام بگم، ولی خب دوست دارم کامل مشخص بشه که اطلاعات دروغ و فیکی من نگم واسه شما تعریف کنم. صرفا همین میخواستم بگم. و اینکه آره این اولین ویدیوی چنل منه و خب قرار باقی ویدیو هم منباب بحث خدمت باشه و خب ادیت آنچنانی هم نداره، چون بحث رسوندن اطلاعات، رسوندن یه سری دانشه. و خب این که همین دیگه. امیدوارم که اطلاعات بیشتری کسب کنم و بیام بهتون میگم. راستی این که
یه ویدیو میخوام بسازم، ویدیوی بعد این ویدیو، حالا نمیدونم این ویدیو رو دقیقاً کی آپلود کنم، ولی یه ویدیو میخوام بسازم در مورد چیزایی که قراره بخری برای خدمتت، چیزایی که قراره ببری با خودت خدمت. اینم یه ویدیو جداست که براتون آپلود میکنم که بابت اونم استرسی نشه باشین، چون خودم خیلی تحقیق کردم در مورد این موضوع. امیدوارم که همتون مثل من یه روزی دفترچه‌هاتون پست بشه. اگه نیاز دارین که پست بشه، تشویق به خدمت نمی‌کنم، اگه نیازه که برین، اگه نیازه که برین، امیدوارم برین و این موضوع برای هر کدوم زودتر تموم شه. همین دیگه، مراقب خودتون باشین. فعلا خیلی مخلصم.